پلاکی بوده ببینم درسته قزوین چرا داغونه. ها ها پشمو خدا من چه گناهی کردم. هی این ازم دوزی کرد رفت اصلا نمیدونم کجا رفت این ویلیجر احمق. ولی یه روز پیداش میکنم دهنشو سرویس میکنم. فعلا باید این اکشن فیگور رو بفروشم. البته چند تا اکشن فیگور جدیدم باید بسازم. یه ایده یه چیزی باید به ذهنم برسه. اکشن فیگور چی بسازم؟ کارتون بسازم یا انیمه؟ ببین انیمه از همه معروف تره. یه سری انیمه خیلی معروفه مثلا وان پیس، جوجوتسو کایزن، ناروتو. آها ناروتو ایده خوبیه. ناروتو رو میسازم خیلی هم عالی. اینجا یه سیستم بانکی هم آوردیم دیگه. هر کی اومد مشتری بهش بفروشیم. ناموسن؟ ولی خب الان فعلا نیاز دارم که برم یه سری وسیله‌های دیگه هم بخرم. ببینم شاپ چیز جدیدی آورده. خیلی خوب در رو باز میکنیم. یالله سلام. اوه رنگ آورده. به رنگا چقدر؟ 300 تا. اوکی 300 تا میخرم. البته باید این وسیله ها هم بخرم. آقا یه دونه چست پلیت هم بیار. یه لباسی چیزی بیار که من بپوشم بعدم. یه لباس خوب. بکپک هم که داره ولی فعلا من خیلی چیزای خاصی ندارم که بکپک بگیرم براش. فعلا بریم منتظر چند تا مشتری بمونیم تا اینکه دو مشتری اومدن دیگه پولشو در آوردیم. راستی دفعه قبلی هم داخل این چیز مردم پولشون رو گذاشتن و رفتن دیگه. پول همه اون دفعه های قبلی. خب منتظر مشتری میمانیم. خب سلام آقای ویلیجر، چطوری شما؟ به جز این اکشن فیگور که چیز دیگه ای نیست. خب بفرمایید چند تا از این اکشن فیگور میخواید؟ من از اکشن فیگور رضا پیشرو یک دونه میخوام. دفعه قبلی هم یک نفر از دوستان اومد. باشه یه دونه. خب هر دونش 2 تا 64 تاست دیگه. پرداخت میکنید؟ بله. خب من الان برم براتون بذارم. راستی چیز خونتون کجاست؟ آدرس خونتون کجاست؟ آدرس خونم خونه شماره 3 هست. باشه پس من میرم میرسونم دیگه. آقا ما اینو بگیریم. پولمونو گرفتیم بذاریم تو چست. بریم به خونه شماره 3. فکر کنم خونه شماره 3 قبلا دادم. نمیدونم دادم یا ندادم. یه دونه بردارم. یه اکشن فیگور دیگه گذاشتم به جون. یه فکری دارم شهرداری جدیدن یه شن اونجا ریخته. باید برم اون شنا رو جمع کنم. یه شیشه طوری جمع کنم. این خونه شماره 3. نه تا حالا بهش چیزی ندارم. میندازیم اینجا. یه اکشن فیگورا رو فکر کنم بعدا بذارن تو ویترینی جای دیگه. حالا نمیدونم برشون دارن از اونجا یا نه. آقا باید یه ویترین درست کنم برای مغازم. شیشم بکشم اینجا تا هستش میزنم. یه شیشه بکشم اینجا جلو. بعد اینجوری هم نمیشه آقا. تا مشتری بیاد و بخرن خیلی طول میکشه. میرم تو ماین یه ذره ماین میکنم پول در میارم کلی رنگ میخرم. اینا رو من تبدیل میکنم به کوین. بنازم کوینشون میکنم همشون. یا آقا بعدن خواستیم نه سزد کنیم همشون کوین میکنم. خیلی هم پول در اومد. فعلا پول لازمو دارم ولی میرم ماینم یه ذره میکنم دیگه. ماین کردن گزینه بدی نیست. بریم ببینیم آقا ماین اصلا باز نیست. کجا داره؟ باز آقا. کلنگ اینجا کلنگ نیست. کلنگ رو بدید به من. با دستم میشه اینا رو کم کنم؟ نه نمیشه. خیلی خوب آقا. بیان آقا.
خیلی خوب آقا، ما این کردیم. حالا اینا رو تبدیل میکنیم، اینو برمیداریم میذاریم اینجا. اوه زیاده، خیلی زیاده، یه 2 استکی شده داریم. اینا رو برمیداریم میذاریم اینجا. البته اینجا باید مالیات هم بدم، یه استکش کلا به خودم میرسه، بقیهش رو باید بدم به بقیه. حالا اشکال نداره، میدم به خود ما اینجا. کلنگشون رو کجا میدارم سر جاش. هم میگه میدوزی اونجا، میذاریم سر جاش که بزن بریم دیگه. هم درست شدن میام اینا رو برمیدارم. فعلا که پول داریم، اونا هم یه استکش یه پولی واسه ما میشه. فعلا اینجا صنداییه که شهرداری ریخته. ما بریم رنگا رو بخریم. این رنگا دقیقا رنگای ناروتو هن. این رنگ لباس و مو و فلان و بیسار. آن میخریم. به آقا خریدیم. اونو چرا خریدم؟ اشکال نداره، آقا خریدیم همشو. میریم که بزنیم برای ساخت اکشن فیگورا. بریم برای ساخت اکشن فیگورا دیگه. بریم داخل جای ساخت. آقا رنگا رو باید بریزیم تست کنیم الان اینجا. ببینیم رنگاش خوبه بده. آقا عالی عالی عالی. به بعدم با اینا میشه یه سری لباس ها درست کرد. لباس های خوب، این لباس هایی که برای شخصیت های مختلف. آقا ما بریم اینا رو بریزیم توی کوره دیگه. خب وسیله ها رو برداریم. یه دونه فندک میخوام که خب این رو بشم خودمون نسوزه. من دفعه قبلی سوختم. بنازم چه جایی درست کردم واسه اکشن. اصلا حال میده خودت بیای اینجا زندگی کنی، حال میده. خب بذاریم اینجا. وسیله ها رو برداریم. دارم اینا زیاد. اینا رنگ بارون گرفت آقا. بارون گرفت، هم منتظر بمونیم بارون قطع. آقا بارونم کم کم داره قطع میشه. قطع شد. خب آقا ما واسه این 3 تا کاراکتری که میخوام بسازم، یه دونه ناروتوه، یه دونه ساکوراه، یه دونه هم کاکاشیه. این نمیدونم حالا شخصیت های دیگه شن. به 15 تا اینا لازم داریم. پرت میکنیم داخل. یه دونه اینا لازم داریم. از اینا خیلی نیاز داریم. 15 تا نیاز داریم دوباره. 15 تا حالا 14 تا شوکیه. رنگ هم که برای شکل گیری رنگ میکنیمشون داخل همون رنگایی که اونجاست. البته رنگ هم میخواد یه ذره. پس از هر رنگی 5 تا دونه میندازم دیگه. 5 تا. به این رنگ لازم نیست. البته چرا لازمه؟ به اینم لازمه. اینم همینطور. و اینم همینطور. آقا اینا رو ببریم بذاریم توی چست. تا اینا درست میشن باید ببریم بذاریمش داخل چست. آقا اکشن فیگورا درست شدن. بناموزم. از هر کدوم هم 64 تا. خب آقا ما اینجا رو خاموش کنیم اینجا دردسر نشه. اینجا خیلی زیاد با مونده دیگه. خب آقا ما اینا رو داشتیم خاموش میکردیم. خاموش کنیم اینا رو. اوکی اینا رو خاموش میکنیم. بله خاموش. اوکی ساختیمشون. هم باید بریم بذاریمشون اونجا برای نمایش.
آقا بنازم اکشن فیگور میگن، به اینا میگن اکشن فیگور. به سلام علیک. اوه به اوه. ببین آقای ناروتو تبدیل شده به روباه نهتم، حالت نهتم. کاکاشی سنته با شارینگانش و این خانم ساکورا. اوکی آقا ساختی ویرا رو، اما دیگه ببینیم کیا میان واسه خرید. اوکی میذاریم اینجا. اوکی ما میذاریم داخل اینجا. خیلی هم منتظر مشتری. خیلی خوب بدمزان، اون پیسر خوشگله رو میخوام که زرده اونو میخوای؟ بله من همونو میخوام ببمزان. خیلی خوب باشه اونو میارم، فقط آدرس خونتون رو میشه به هم بدید؟ آقا نزدیک نشو. ببخشید ببمزان، خونه پلاچ گزوین. اوه باشه الان میام. خونه پلاک قزوین من نیدم اینجا. باید بذارم نه خطری بذارم اینجا. نه گفت چند میخواد. قیمت نذاشتم رو اینا. بذار کاکاشی و ناروتو 3 تا، ساکورا 2 تا. خیلی خوب بزن به خونه پلاک. بذار درسته قزوین چرا داغونه. ها پشمو چی شد حاجی؟ ایه حالم به هم خود. بیا برو گوسفند بیچاره رو. بسه خراب شد گوسفند بیچاره. بیا برو بابا. کشتمش بیچاره مرد. بالا آوردم. ناروتو ببخشید گذاشتم توی خونه داداش، ببخشید. وایسا ببینم این واقعیت نداره. نه این واقعیت نداره. ای وای برگام وای. این رو برو بودم چندش ها حالا به هم خوردم. چه خدایی بود آخه من دیدم. سلام آقا. سلام پسر جان، من یه دونه اکشن فیگور اون 3 تا رو میخوام. اون 3 تا منظورت کدوم هست؟ همون 3 تا نینجای ناروتو. بله براتون میارم خونهتون. آدرس چنده؟ شستم رو بنده. زهر ما بگو بینم. آدرس خودم 12. یا ابوالفضل اینم خونش، آدرسش خونه 12. پشمام حاجی، اینا چرا خونه هاشون اینقدر عجیب شده؟ واقعیت نداره اینا واقعا. اصلا پشمام چه خونه هایی بود من دیدم. هیچ بنی بشری تا الان این خونه ها رو تا حالا تو زندگیش ندیده. من دارم میبینم، نگاه کن. آیا چی آقا من نمیفهمم. نگاه حاجی. بابا بیا برو دیگه، رنگ کمونی زده خونشون. ببخشید گذاشته تو اینجا. ببین اینجا آزاری نداره، میاد میدوزن. من گزمینیه میاد میدوزه تو پشمام. آقا خودم به هم خورد. من باید بیرار برم به پلیس لوشون بدم. اوکی آقا بریم داخل مغازه.
خب بریم تو مغازه. این همون دوست کثافت. نه نزن بمیر بینم بابا. میزنم همین بیهوشت میکنم. ببینم کجا بردی. بچه امیدوارم این قسمت خیلی خوشتون اومده باشه و امیدوارم از این قسمت خیلی خوشتون اومده باشه. اگر میخواید ادامه داستان رو ببینید حتما منتظر پارت بعدی بمونید و حتما ازم حمایت کنید. لطفا ازم حمایت کنید، یعنی حتما که هم موقع دلتون خواست حمایت کنید لایک کنید و تا بتونیم سریعتر به 100 تایی برسیم. حالا 100 تا هم که واسه ما خیلی زیاده، 10 تا هم کافیه. تا یه ویدیو دیگه، خداحافظ.